قسمت ششم از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. دوستان عزیزان گرامی، خسته نباشین. طبق قولی که قبلا در جلسات قبل دادم، انشالله در این قسمت ها به طور مداوم میپردازیم به وضاحت گفته های آقای کمال حیدری، شخصی که گمان میکنه قرآنی که بر امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شده و این قرآنی که امروز در خانه های مسلمان ها خوانده میشه، به ادعای این آقا این آن قرآنی نیست که بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شده باشه. پناه بر خدا. میریم به دیدن قسمتی از فیلم سخنرانی ایشون در این مورد. اینم یک نسخه مال عربستان رو من نیوردم. این نسخه رو آوردم برای رفقا. از چی آقا؟ الجمهوریة الاسلامیه فی ایران، منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریه. این آقا کجاست؟ این نسخه. ببینید آخر نسخه چی می‌نویسه آقا؟ میگه از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. چه ربطی به پیغمبر داره؟ عاصم 128 هجری آقا، یعنی 120 سال 117 سال بعد از پیغمبر، و حفصم 190 دنیا رحلت، یعنی 180 سال بعد از پیغمبر. خب این قسمت رو با هم دیدیم. دوستان عزیزان گرامی و شما آقای کمال حیدری، واقعا من متاسفم برای شما. آقای کمال حیدری، من از شما سوال میکنم، واقعا باید سوال کرد دیگه. از اساتیدی که ما به اونا اعتماد میکنیم، ما از اونا سوال میکنیم و اونا دیگه ما میشناسیم. شما شاگرد چه کسی هستی؟ اون مشخصه. استاد شما مشخصه. بعد استاد شما استادش کی بوده؟ اینم مشخصه. بعد بالاتر بریم، مشخصه. اگر شما در سند علمی خودتون برای اثبات حقانیت خودتون، برای اثبات علمیت خودتون، برای اثبات صداقت خودتون که بله شما واقعا علم دینی خوندین و در این مدت خب مسلمه شما هم دیگه شاگردانی را برای خودتون تربیت کردین، در این همیشه شکی وجود نداره. آیا شما اگر به نسبت رسیدن به اون استاد اصلتون 2 واسطه یا 3 واسطه با شما در میان باشن، یعنی بیشتر از این نباشن، و شما دیگه 100 تا شاگرد هم تربیت کرده باشین، همه هم میدونن که استاد شما چه کسیه؟ آیا کسی در صداقت درس خواندن شما و اینکه شما مدرک تحصیلی خودتون را با نمره هایی که برای شما گذاشتن، کسی آیا در این شکی میاره که شما واقعا این سند عالی را به دست آوردین، یا کسی در این شک میکنه یا کسی شک نمیکنه؟ واقعا دوستان جای تأمل دیگه نه؟ آقای کمال حیدری درس خونده، استادش مشخصه، استادش هم مشخصه، تا 3 نفر حالا ما در نظر میگیریم. هیچ شخصی در صداقت درس خواندن آقای کمال حیدری شک نمیکنه. حالا واقعا جای بسیار تعجبه. آقا خودش آمده گفته که بله چون حضرت عاصم رحمه الله در 127 یا 128 هجری قمری از دنیا رفتن و اینقدر مدت با نبی ما با 2 واسطه 3 واسطه فاصله داشتن و از اون طرف صدها هزار نفر شاگرد او بودن، و از این طرف حضرت حفص رحمه الله در سال 190 هجری قمری از دنیا رفتن و صدها هزار نفر شاگرد او بودن. آقای کمال حیدری، این نهایت، من دیگه حالا نمیدونم به این چه اسمی بگذارم که حالا گفتار بنده از ادب خارج نشه، این نهایت وقاحته، نهایت بیشرمیه و نهایت کم عقلی شما رو میرسانه که هیچ کسی به نسبت اساتید شما که واقعا اونا صادق بودن در یاد دادن علوم دینی به شما و شما دیگه فوقش دیگه 100 تا شاگرد تربیت کردین دیگه در اطراف اکناف شما موجودن، کسی به نسبت این موضوع شک نمیکنه. حالا این قرآنی که با سندی بسیار عالی، من جلوتر برای شما همونطور که در جلسه قبل گفتم برای شما میگم، این قرآنی که با سند بسیار عالی با صدها هزار نفر شاگرد در همون اصلی که اونها زندگی میکردن و در طول 1400 سال امت اسلام میلیون نفر به نسبت همین قرآن با همین سند، هیچ کسی 1 نفر حتی تا به حال جرئت نکرده که بگه 1 حرف که نه 1 حرکت اون تا به حال تغییر کرده باشه.
حالا ما بیاییم به این سند قرآن خودمون طبق گفته های شما و طبق یافته های شما در مقابل 1400 سال میلیون ها نفر، شما 2 نفر آقای خویی و اون آقای شیخ آلبانی را که در تحقیقشون در مقابل یک امتی میلیونی یعنی واقعا آمدن خطا رفتن، ما بیاییم و حرف شما را قبول بکنیم؟ واقعا کسی که حرف شما را قبول کنه واقعا بعضا فارسا میگن آقا مغز خر خورده که بخواد در مقابل میلیون ها نفر در طول 1400 سال بیاد حرف 2 نفر را قبول بکنه. کسی این مورد آقای کمال حیدری به نسبت خودش هم قبول نمیکنه. در جلسه قبل هم من گفتم دیگه، حضرت عاصم رحمه الله از 2 سند یعنی به 2 طریق به رسول الله صلی الله علیه وسلم از در سند قرآنی میرسن. یک از طرف حضرت ابو عبدالرحمن سلمی که ایشون شاگرد حضرت علی بودن، حضرت علی رضی الله عنه شاگرد محمد مصطفی علیه السلام بودن. از اون طرف زر بن حبیش و این زر بن حبیش دیگه شاگرد کی بوده؟ شاگرد ابن مسعود رضی الله عنه قاری قرآن و اون هم شاگرد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. حالا در همون اصلی که این بزرگواران زندگی میکردن هزار نفر شاگرد اینها بودن. به نسبت یک حرف قرآن، یک حرکت قرآن، همه اونا شاهد بر این بودن که کوچکترین حرفی از اون تکان نخورده. شما حالا بعد 1400 سال آمدین واقعا چی را کشف کردین که واقعا خجالت هم چیز خوبیه، آمدین این مطلب رو بدون از خجالت واقعا دارین بیان میکنین. واقعا آدم یعنی تعجب میکنه نسبت به این شخص چه چیزی بگه، واقعا تعجب میکنه. حالا با این ادعای عجیب در مقابل یک امت حالا باز چنین گفتن، به حرف خودش گوش بکنین. اینی که دست ما هست رفقا، این قرآن نیست، اینیست که حفظ از عاصم و عاصم از تابعین و تابعین از اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر از پیامبر دارن، یعنی 4-5 واسطه میخورد. اینی که دست ما هست رفقا، این قرآن نیست، اینیست که حفظ از عاصم و عاصم از تابعین و تابعین از اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر از پیامبر دارن، یعنی 4-5 واسطه میخورد. بله دیگه با هم شنیدیم جواب خودتونو، واقعا خودتون دادین دیگه. چه جوابی بسیار عالی تر از این که خودتون در سندی که برای سند قرآن ما داریم میخونین و اون اشخاص ما هزار شاگرد داشتن، حالا شما آمدین به نسبت این دیگه خودتون دیگه واقعا قضاوت کردین. واقعا دوستان واقعا جای سوال دیگه، برای اثبات حقانیت کدام موردی ما به چه نیاز داریم؟ و به سند نیاز داریم. حالا زمینی هست، کارخانه‌ای هست، خلاصه هر چیزی که محل نزاع قرار بگیره برای اثبات این موضوع سند لازمه. حالا امت اسلام میلیون ها نفر سند دارن که تا به حال هیچ کسی جرئت نکرده بگه که قرآن یک حرفش بالا شده پایین شده. حالا این اشخاصی به مانند کمال حیدری واقعا من متاسفم برایش. آقای کمال حیدری دوستان یک سرچی بکنین الفاظ قرائت حفظ از عاصم، واقعا جای تحقیق شوخی نیست. تحقیق میکنین چون اهل تحقیقین، اهل تفکرین. در فضای مجازی خیلی دروغ ها میچرخن، خیلی نیرنگ ها میچرخن، خیلی مکر ها میچرخن. همینطوری حرف قبول نکنین، برین تحقیق بکنین قرائت این الفاظ، قرائت حفظ از عاصم، برین خودتون ببینید واقعا چه مدارک عالی این قرآن به نسبت رسیدن به امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داشته. اونم چه اشخاصی. آقای کمال حیدری اگر امروز من و شما برای گفتن حق اگر هم از جان خود بگذاریم، از پشت تریبون میگیم، اون اشخاصی که در قرون اول اسلام بودن اونها جان و مال و حیثیت و آبرو و ناموس و همه چیز خود را به خاطر همین قرآن فدا کردن و شما امروز پشت تریبون نشسته با این ادا اطوارهای بچگونه میخواین که امتی را اینطور مطعون و اینطور محل تهمت قرار بدین. آقا جای تأسفه. آقای حیدری من ترکم، متاسفی من ترکمنم. ما از این ترکا برادر ترک خودمون ما یک من اضافه داریم. ما اسم ما ترکمن، ما قبلا ترک ایمان بودیم بعد ترکمان شدیم، الان ما ترکمن شدیم. من بعد شوخی میکنم دوستانو، میگن که شما با این ترکا چه فرقی داریم؟ من میگم آقا ما از این یک من اضافه داریم. ترکمن شدیم. ما ترکا آدم‌های انسان‌های عجیب و غریبی هستیم. واقعا
چهره شما ظاهرا به ترکا میخوره. چهره شما ظاهرا آقای کمال حیدری چهرهش به ترکا میخوره، درسته؟ چهره شما ظاهرا به ترکا میخوره. ما ترکا تاریخی برای خودمون داریم. در قوم ترک اشخاصی واقعا پادشاهان گذاشتن، وزیران گذاشتن، سرداران گذاشتن، چون مانند شیر بودن در میدان سیاست و خلاصه مردمداری، به مانند ببر بودن در تیزی و تیزفهمی و به مانند روباه بودن در میدان سیاست، اینقدر زرنگ. ولی حالا دیگه در هر قومی پیدا میشه. در مابین قوم ترک هم از 10,000 نفر بعضا یک اشخاصی پیدا میشن، ما اسم اونا رو پاکون گذاشتیم دیگه. به ترکی به ترکی میگم پاکون میگیم بهش. هم پاکون دیگه، پاکون دیگه پاکونه. اختیارش هم با خودش نیست دیگه. میگن آهن بسای میسایه، پاک کن دیگه، چوب پاک کن. نمیدونم بر چی آقا پاک میشه پاک نمیشه، اختیارش با خودش نیست. ظاهرا شما از همین جمله هستین، اختیارتون دست خودتون نیست. پیری و معرکه گیری آقای کمال حیدری، پیری و معرکه گیری در ما اهل سنت بودن هست، همین در همین عصر هم هست که آقا اومده در مقابل مسیحیت کتابی نوشته، یعنی علیه مسیحیت بهترین کتاب نوشته، بعد گمراه شده مسیحی شده، اون به خاطر دختری این کار کرد. شما دیگه از این سن سال بعد واقعا پیری معرکه، من یعنی تقاضای من، خواهش من آقای کمال حیدری، بیا اینو توبه بکنین. حالا با چه چیزی تطمیع شدین، گول چی را خوردین، واقعا جوونی بودین، واقعا جای خودش، من نمیگم درسته ولی باز حالا جوونه دیگه، دنبال خواهشاتش رفته، ولی شما دنبالش چی هستی؟ بیاین توبه بکنین و توبه خالصانه بکنین. الله متعال ارحم الراحمین. و واقعا جای تاسفه شما آقای کمال حیدری با 2 استاد، با 3 استاد، کسی در همین درسی که شما در مدرسه های علمیه دادین، اون شاگردان شما به نسبت حقانیت شما، به نسبت لیاقت درسی شما و اون مدرک علمی شما کسی شک نکرده که بله آقای کمال حیدری با 2-3 واسطه دیگه این آن علمی نیست که از اون اساتید بالاتر خودش یاد گرفته باشه. اما عجیبه که شما آمدین در مقابل اساتیدی که هزاران هزار شاگرد داشتن و در اون زمان اشخاصی که به خاطر دین از همه چی خودشون میگذاشتن، کسی جرئت نکرده بگه قرآن یک حرفش بالا پایین شده. شما بیاین و بعد از گفتن این الفاظ و اقوال وقیحانه و بیشرمانه باز چنین بگین. حالا من بحث نمیخواستم از الان بگم، ولکنه بدونید که هی نگید ایشون قرآن رو میخواد تحریف کنه. شما ثابت کنید این قرائتی که دست ما مال کیه؟ پیامبر یا امام معصوم؟ بله. حالا من بحث نمیخواستم از الان بگم، ولکنه بدونید که هی نگید ایشون قرآن رو میخواد تحریف کنه. شما ثابت کنید این قرائتی که دست ما مال کیه؟ پیامبر یا امام معصوم؟ بله. بله دیگه، بله. واقعا چقدر خوب بود که اصلا شروع نمی کردین. چقدر خوب بود واقعا، کلا اصلا خراب کردین دیگه. هر نیمه عقلی، انسان عاقل نه، نیمه عقلی هم میدونه که شما دارین راه اشتباه میرین. لذا توصیه من به شما اینه، خواهش من از شما اینه آقای کمال حیدری، پیری هست و خلاصه مرگی بر سراغ ما حتما خواهد آمد و خودمون را به این دنیا نفروشیم. این دنیا میگذره و میره. از پادشاهان گذشته، من و شما کی هستیم؟ اشخاصی که در کل دنیا پادشاه شدن، از اونها هم گذشته، از شاه هم گذشته و از گدا هم گذشته، از من شما هم خواهد گذشت. بیاین توبه بکنین خالصانه. بله. و من یاد اون شخص میافتم، اسمش فراموش کردم، که اون فیلمی ساخته بود بر علیه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بعد تحقیق کرد دیگه، چیزی از اون کم نشد، مسلمان شد، افتخار میکنیم بهش، واقعا مسلمان شد، حق قبول کرد. شما بیاین توبه بکنین، توبه خالصانه بکنین. الله متعال 100% گناه شما را خواهد بخشید و این باعث عزت احترام شما خواهد شد. ان شاء الله دوستان در قسمت های دیگر میرسیم به وضاحت گفته های آقای کمال حیدری ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.